هوشیاری داشتید زیر آبا؟ کامل شروع کردم مثلا نماز خوندن، 1 رکعت، 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت، دعای توسل، روزه، دعای ابو حمزه سومالی. دیدم کسی نمیاد، رفتم عتبات، مکه مکرمه، مدینه منوره. دیگه داشتم برای حاج خانم سوغاتی می‌خریدم که دیگه نگه تنهایی رفتی چند برای من نگرفتی اون قضیه هم در بیاد اینا، که یهویی صدای نیروهای امداد رو شنیدم. 3 ساعت دیگه گذشته بود. 3 ساعت شد، بیشتر نبود. البته شما میگی 3 ساعت، تصور کن من یه پام از مچ، یه پام از زانو، اون یکی پام کامل قطع شده بود، دستام هم که اصلا نبود. حالا حساب کن همه اینا رو من داشتم از اون ور اتاق میدیدم، چون سرم هم قطع شده بود، افتاده بود بالا کمد. من همه اعضا و جواهرم رو از دور میدیدم که دیگه بعد این هکتورمون اومد همه رو جمع جور کرد. خونه نبود اون ساعت؟ نه، اون پدر سگ که همش سرش تو گوشیه، SMS رو زودتر گرفته بود، بعدم تا صبح میره الواتی. اصلا این که تحریمش کردن به خاطر این کاراش بود دیگه، وگرنه این داستان نفت و دور زدن تحریما و کاسبان تحریم و دارو و برادران، اینا همه شایع است.